بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. این سوره است که آن را نازل کرده ایم و عمل به احکام آن را واجب نموده ایم و در آن آیات روشنی نازل کرده ایم باشد که پند گیرید. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هر یک از زن و مرد زناکار را 100 تازیانه بزنید و اگر به الله و روز آخرت ایمان دارید نباید در اجرای احکام دین الله نسبت به آن دو زن و مرد دلسوزی و مهربانی بی دلیل داشته باشید و باید گروهی از مؤمنان بر مجازاتشان شاهد و حاضر باشند. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آورد و این کار بر مؤمنان حرام شده است. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. و کسانی که زنان پاک دامن را به زنا متهم می کنند و 4 شاهد بر ادعای خود نمی آورند آنان را 80 تازیانه بزنید و هرگز شهادتشان را نپذیرید و اینانند که فاسقند. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. مگر کسانی که بعد از آن تهمت توبه کنند و اعمال خود را اصلاح و جبران نمایند پس بیگمان الله آمرزنده مهربان است. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. و کسانی که همسران خود را به زنا متهم می کنند و جز خودشان شاهدی بر این ادعا ندارند پس هر یک از آنان باید 4 بار به نام الله سوگند یاد کند که راست میگوید. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. و 5مین بار شوهرش چنین بگوید که لعنت الله بر او باد اگر دروغگو باشد. و یدرأ عنها العذاب ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبین. و از زن کیفر زنا ساقط می گردد در صورتی که 4 بار به الله سوگند یاد کند که شوهرش دروغ می گوید. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. و 5مین بار بگوید که خشم الله بر او باد اگر شوهرش راست گفته باشد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. و اگر بخشش الله و رحمت او بر شما نبود و اینکه الله توبه پذیر حکیم است
قطعاً گرفتار عذاب الهی می شدید. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بی تردید کسانی که آن تهمت بزرگ را درباره عایشه مطرح کردند گروهی از خود شما هستند. گمان نکنید که این ماجرا برای شما شر است، بلکه خیری برای شما در آن است. برای هر کدام از آنان که در این شایعه پراکنی نقش داشته سهمی از گناه است که مرتکب شده است، و برای کسی از آنان که بخش بزرگی از آن تهمت را به عهده داشته است عذاب بزرگی در پیش است. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. چرا هنگامی که این تهمت را شنیدید مردان و زنان مؤمن نسبت به خود گمان نیک به یکدیگر نبردند و نگفتند این تهمتی بزرگ و آشکار به همسر پیامبر است. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. چرا 4 شاهد بر آن نیاوردند؟ پس چون شاهدان را نیاوردند آنانند که نزد الله دروغگو هستند. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. و اگر بخشش الله و رحمت او در دنیا و آخرت نبود قطعاً به کیفر آنچه بدان پرداختید عذاب سخت و بزرگی به شما می رسید. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. آنگاه که آن شایعه را از زبان یکدیگر می شنیدید و دهان به دهان سخنی را نقل می کردید که به آن آگاهی و یقین نداشتید و آن را سهل و کوچک می پنداشتید، در حالی که آن تهمت نزد الله بسیار بزرگ است. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. چرا هنگامی که آن را شنیدید نگفتید سزاوار نیست که این سخن وقیح را بر زبان آوریم؟ پروردگارا تو منزهی، این تهمت بزرگی است. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الله شما را اندرز می دهد که اگر مؤمن هستید هرگز به چنین کاری باز نگردید. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. و الله آیات خود را برای شما بیان می کند و الله دانای حکیم است. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بیگمان کسانی که دوست دارند زشتکاری در میان مؤمنان شایع شود در دنیا و آخرت عذاب دردناکی برایشان در پیش است و الله میداند و شما نمیدانید.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحیم. و اگر بخشش الله و رحمت او بر شما نبود و اینکه الله دلسوز مهربان است، قطعا مجازات سختی در انتظارتان بود. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سمیع علیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گامهای شیطان پیروی نکنید و هر کس که از گامهای شیطان پیروی کند بداند که او به زشتکاری و اعمال ناپسند فرمان می‌دهد. و اگر بخشش الله و رحمت او بر شما نبود، هرگز هیچ یک از شما از گناه پاک نمی‌شد، ولی الله هر که را بخواهد پاک می‌کند و الله شنوای داناست. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. کسانی از شما که برتری ایمانی و وسعت مالی دارند نباید سوگند یاد کنند که به خویشاوندان و مستمندان و مهاجران در راه الله که مرتکب گناه شده اند چیزی ندهند. آنان باید عفو کنند و از گناهشان چشم بپوشند. آیا دوست ندارید که الله شما را ببخشد؟ و الله آمرزنده مهربان است. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بیگمان کسانی که زنان پاک دامن بیخبر از فحشا و مؤمن را به زنا متهم می کنند در دنیا و آخرت لعنت شده اند و عذاب بزرگی برای آنان در پیش است. یوم تشهد علیهم ألسنتهم وأیدیهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. روزی که زبانها و دستها و پاهایشان به آنچه می کردند بر علیه آنان گواهی می دهد. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. آن روز الله جزای واقعی آنان را بی کم و کاست می دهد و خواهند دانست که الله همان حق آشکار است. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. زنان ناپاک برای مردان ناپاکند و مردان ناپاک نیز برای زنان ناپاک هستند و زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک نیز از آن زنان پاکند. اینان از آن چه ناپاکان درباره‌شان میگویند مبرا هستند. برای آنان آمرزش الهی و روزی ارزشمندی در پیش است.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، وارد خانه‌هایی بجز خانه‌های خود نشوید مگر اینکه اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید. این کار برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. پس اگر کسی را در آن خانه نیافتید وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد بازگردید پس بازگردید، چرا که این کار برای شما پاکیزه تر است و الله به آنچه انجام می دهید داناست. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. و بر شما گناهی نیست که به خانه‌های غیر مسکونی و مکانهای عمومی که در آنجا احتیاج یا بهره‌ای دارید وارد شوید و الله آنچه را آشکار می‌سازید و آنچه را پنهان می‌دارید می‌داند. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ای پیامبر، به مردان مؤمن بگو که چشمهای خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و پاک دامنی پیشه کنند. این کار برای آنان پاکیزه تر است، بیگمان الله به آنچه انجام میدهند آگاه است. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. و به زنان مؤمن بگو که چشمهای خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و پاک دامنی بورزند و زیور و آرایش خود را آشکار نکنند مگر آنچه که طبعا خود نمایان است و باید روسری خود را بر سینه بیفکنند تا صورت و موها و سینه با آن پوشیده گردد و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهر یا پدر یا پدر شوهر یا پسر خود یا پسر شوهرشان یا برادر یا پسر برادر یا پسر خواهر یا دیگر زنان یا کنیزان و بردگانشان و یا مردانی از وابستگانشان که رغبتی به زنان ندارند یا کودکانی که از
مسائل جنسی زنان آگاهی نیافتند. همچنین زنان نباید هنگام راه رفتن پای خود را به زمین بکوبند تا صدای زینتهای پنهانیشان آشکار شود. ای مؤمنان، همگی به سوی الله توبه کنید، باشد که رستگار گردید. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. مردان و زنان مجرد خود را همسر دهید و غلامان و کنیزانتان را که شایستگی دارند نیز همسر دهید. اگر آنان تهیدست باشند، الله از بخشش و لطف خود بی‌نیازشان می‌سازد و الله گشایشگر آگاه است. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. کسانی که شرایط و امکانات ازدواج ندارند باید پاک دامنی پیشه کنند تا الله آنان را از بخشش خود بی‌نیاز کند و بردگانی که خواستار بازخرید و آزادی خیش هستند اگر در آنان توانایی پرداخت مال و شایستگی می‌بینید درخواستشان را بپذیرید و از ثروتی که الله به شما ارزانی داشته چیزی برای تسهیل آزادیشان به آنان ببخشید. همچنین کنیزانتان را که می‌خواهند پاک دامن باشند برای به دست آوردن بهره ناچیز زندگی دنیا به زنا وادار نکنید و اگر کسی که آنان را به این کار وادار نماید بیگمان الله پس از اجبار نمودن ایشان نسبت به آنان آمرزنده مهربان است. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. و به راستی به سوی شما آیاتی روشنگر و داستانی از زندگی پیشینیانتان و پندی برای پرهیزکاران نازل کرده ایم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور آسمان ها و زمین است. مثل نور او همانند چراغدانی است که در آن چراغی افروخته باشد که آن چراغ در میان شیشه است. آن شیشه گویی ستاره‌ای درخشان است. این چراغ با روغن درخت پربرکت زیتون افروخته می شود که نه شرقی است و نه غربی. نزدیک است که روغنش بدون تماس با آتش شعله‌ور شود. نوری است افزون بر نور و الله هر که را بخواهد به نور خود هدایت می کند و الله برای مردم مثلها می زند و الله از هر چیزی آگاه است.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. این نور هدایت در مساجدی است که الله اجازه داده است تا قدر و منزلت آن مساجد گرامی داشته شود و نامش در آنها برده شود و بامدادان و شامگاهان در آنها تسبیح او بگویند. مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی آنان را از یاد الله و بر پاداشتن نماز و پرداخت زکات غافل نمی کند. آنان از روزی بیم دارند که دلها و چشمها دگرگون می شود. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب. تا الله بهتر از آنچه انجام داده اند به آنان پاداش دهد و از فضل خود بر پاداش آنان بیفزاید و الله هر کس را که بخواهد بی حساب روزی میدهد. والذین كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. و کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی در بیابانی هموار است که از دور انسان تشنه آن را آب میپندارد تا آن که به آن نزدیک می شود و چیزی نمی یابد و الله را نزد خود می یابد که حسابش را به طور کامل می دهد و الله در حسابرسی سریع است. او كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یا اعمالشان همچون تاریکی هایی در دریای ژرف است که موجی آن را پوشانده و بر فراز آن موجی دیگر است و بر فراز آن ابری تاریک قرار دارد. تاریکی هایی است یکی بر فراز دیگری، چنان که اگر شخص گمگشته دست خود را بیرون آورد ممکن نیست آن را ببیند و کسی که الله نوری از هدایت برایش قرار نداده باشد پس هیچ هدایت و نوری برایش نیست. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. آیا ندیدی که همه آنان که در آسمان ها و زمین هستند همراه با پرندگان پرگشوده در آسمان همگی الله را تسبیح میگویند؟ هر یک از آنان ستایش و نیایش خود را میداند و الله به آنچه انجام میدهند آگاه است. ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير. و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن الله است و بازگشت همه به سوی الله است. ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد
فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. آیا ندیدی که الله ابرهایی را به آرامی میراند، سپس بین اجزای آن پیوند میدهد، آنگاه آن را متراکم میکند، پس قطره های باران را میبینی که از میان آن بیرون میآید و از آسمان از ابرهای کوه پیکری که در آنجاست دانه های تگرگ نازل میکند، پس آن را به هر که بخواهد میرساند و از هر که بخواهد باز میدارد. نزدیک است درخشندگی برق آن ابر چشمها را از بین ببرد. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله شب و روز را میگرداند و پیاپی میآورد، بیگمان در این گردش برای صاحبان بینش عبرتی است. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. و الله هر جنبنده ای را از آب آفرید، پس برخی از آنان بر شکم خود می روند و برخی بر 2 پا راه می روند و برخی از آنان بر 4 پا راه می روند. الله هر چه را بخواهد می آفریند، بیگمان الله بر همه چیز تواناست. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. به راستی ما آیات روشنگری نازل کردیم و الله هر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند. و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنین. و منافقان میگویند به الله و پیامبر او ایمان آوردیم و از اوامرشان اطاعت کردیم، اما پس از این ادعا گروهی از آنان روی گردان میشوند و اینان در حقیقت مؤمن نیستند. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. و هنگامی که به سوی الله و پیامبرش فرا خوانده میشوند تا در میانشان داوری کند، ناگهان گروهی از آنان روی برمیتابند. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. ولی اگر حق با آنان باشد مطیعانه و فروتنانه به سوی او میآیند. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. آیا در دلهایشان بیماری است یا تردید دارند یا می ترسند که الله و پیامبرش بر آنان ستم کنند؟ نه، بلکه آنان خود ستمکارند. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سخن مؤمنان هنگامی که به سوی الله و پیامبرش فرا خوانده میشوند تا میانشان داوری کند، فقط این است که میگویند شنیدیم و اطاعت کردیم و اینان هستند که رستگارند. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. و کسی که از الله و پیامبرش اطاعت کند
و از الله بترسد و از مخالفت فرمان او بپرهیزد، پس اینان کامیابند. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. منافقان با سخت‌ترین سوگندهایشان به الله سوگند یاد کردند که اگر به آنان فرمان دهی برای جهاد رهسپار می شوند. ای پیامبر، به آنان بگو سوگند یاد نکنید. اطاعت و سوگندهای دروغین شما شناخته شده است. بیگمان الله از آن چه انجام می دهید آگاه است. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ای پیامبر، بگو از الله و پیامبر اطاعت کنید. پس اگر سرپیچی کردید، پیامبر مسئول چیزی است که بر او تکلیف شده و شما نیز مسئول چیزی هستید که به آن تکلیف شده اید. اما اگر از او اطاعت کنید هدایت خواهید یافت و بر پیامبر وظیفه‌ای جز ابلاغ آشکار نیست. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله به افرادی از شما که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند وعده داده است که قطعاً آنان را در زمین جانشین و حکمران خواهد کرد، همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین و حکمران ساخت و وعده داده است که دینشان را که برای آنان پسندیده است برایشان استوار و پیروزمند سازد و بیمشان را به آرامش و امنیت تبدیل کند، چرا که تنها مرا پرستش می کنند و چیزی را با من شریک نمی سازند. و کسانی که بعد از این کافر شوند پس اینان فاسقند. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. و نماز برپا دارید و زکات بپردازید و از پیامبر اطاعت کنید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. گمان مبر که کافران می توانند الله را در زمین درمانده سازند و از چنگال مجازات الهی بگریزند. جایگاهشان آتش است و چه بد جایگاهی است. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ای کسانی که ایمان آورده اید، بردگان شما و کسانی از کودکان شما که به حد بلوغ نرسیده اند باید در 3 وقت از شما اجازه ورود بگیرند: پیش از نماز صبح و نیم روز هنگامی که لباسهایتان را بیرون می آورید و پس از نماز عشا.
این 3 وقت هنگام خلوت شماست. بجز این 3 وقت بر شما و بر آنان هیچ گناهی نیست که بدون اجازه وارد شوید، چرا که آنان در پیرامون شما در رفت و آمدند و با یکدیگر معاشرت می کنید. الله این چنین آیات خود را برای شما بیان می کند و الله دانای حکیم است. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. و هنگامی که کودکان شما به سن بلوغ رسیدند باید برای ورود به خانه‌های دیگران اجازه بگیرند، همانطور که بزرگسالانی که احکامشان را پیشتر بیان کردیم نیز باید اجازه می گرفتند. الله این چنین آیاتش را برای شما بیان می کند و الله دانای حکیم است. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. و بر زنان یائسه و از کار افتاده‌ای که امید زناشویی ندارند گناهی نیست که پوشش سر و صورت خود را کنار نهند، به شرط آنکه زینتی را آشکار نکنند، و اگر عفت بورزند و خود را بپوشانند برایشان بهتر است و الله شنوای داناست. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. و بر افراد نابینا و لنگ و بیمار که از جهاد معاف شده اند گناهی نیست و همچنین بر خود شما گناهی نیست که از خانه‌های خود یا فرزندان و همسرانتان غذایی بخورید یا از خانه‌های پدرانتان یا خانه‌های مادرانتان یا خانه‌های برادرانتان یا خانه‌های خواهرانتان یا خانه‌های عموهایتان یا خانه‌های عمه‌هایتان یا خانه‌های دایی‌هایتان یا خانه‌های خاله‌هایتان یا خانه‌ای که کلیدش در اختیار شماست یا از خانه‌های دوستانتان بدون اجازه آنان غذا بخورید. بر شما گناهی نیست که دست جمعی یا جداگانه غذا بخورید و هنگامی که به خانه ها وارد می شوید به یکدیگر سلام کنید که درودی مبارک و پسندیده از سوی الله است. الله این گونه آیات خود را برای شما روشن می کند، باشد که بیندیشید. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله
فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحیم. مؤمنان واقعی کسانی هستند که به الله و پیامبرش ایمان آورده اند و هنگامی که برای انجام یک کار عمومی با پیامبر همراه هستند تا از وی اجازه نگرفته اند از جمع خارج نمی شوند. بیگمان کسانی که از تو اجازه می گیرند آنانند که به الله و پیامبرش ایمان آورده اند. پس اگر برای بعضی کارهای خود از تو اجازه می‌خواهند به هر یک از آنان که می‌خواهی اجازه بده و برایشان از الله آمرزش بخواه، همانا الله آمرزنده مهربان است. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فراخوان پیامبر را در میان خود برای شرکت در امور جمعی همچون فراخوان یکدیگر تلقی نکنید که بتوانید آن را بپذیرید یا رد کنید. یقینا الله کسانی از شما را که پشت دیگران پنهان میشوند و مخفیانه از نزد پیامبر میگریزند میشناسد. پس کسانی که از فرمان او سرپیچی میکنند باید بترسند از اینکه بلایی به آنان رسد یا به عذابی دردناک گرفتار شوند. الا ان لله ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. آگاه باشید، بیگمان آنچه در آسمان ها و زمین است از آن الله است و قطعاً او میداند که شما در چه حالی هستید و روزی که بندگان به سوی او بازگردانده میشوند آنان را از آن چه انجام داده اند آگاه میسازد و الله به هر چیزی داناست.